пеш дар барои ғайбат гап задед. Агар одамое ки мақсад аҳли бидат ҳастанд, мақсад дар ин миёни мардум, ин ҳамун бидати худро гуфти русо еринчи худро ба мардум мефаҳмонанд, даъват мекунанд. Ҳамин одаморо агар дар мардум гӯё ки инёро хислатҳоро доранд, ё ғайбат ҳисоб мешавад. اگر фалони واقعا بدعت داشته باشد فلانی اهل بدعت است، بله از وی علم نگیرید گفته میشد، لیکن اینم به نیت خالص. بنابراین بعضی علما گفتند که فرق غیبت و فرق جرح و تعدیل مثل فرق موی هست. تار موی بسیار باریک است. غیبت قطعی جرح و تعدیل، یعنی آدم فلان چی علم نگیر، فلان چی گوش نکن گفتن بسیار نازک است. اگر با نیت حسد، با نیت دیگر چیزا باشد و گناه است. اگر خالصا لله برای حمایه دین الله تعالی گفتنی باشد، فقط همون مقدارش گوید. یعنی غیبت همون مقداری معین حلال است، نه اینکه دیگر جاهاش غیبت کند، خاشش و موش و روش و ساخت الله تعالی عیب کند و گوید که این بدعت دارد فلان چیزی که میگه از شریعت نیست. تمام دیگرش غیبت نمونه، قدش پست و فربه و خراب و رنگش سیاه و چشمش نابینایی و این چیزا که دیگه غیبت نکند. این علاقه تجاوز در غیبت است، حد و حدود و گذشت. این علاقه معلوم است که به خاطر الله نیست. فهمیدید؟ برای حمایه دین، برای غمخواری به امت، همین علمی بده نگیرید، علمی که اصل شرعی ندارد نگیرید گفتنی باشد، همون مقدارش غیبت کند، زیادتی غیبت نکند.